در بین صحابه ها بزرگترین صحابه ها آن شخصیت هایی که در جنگ بدر اشتراک کردند. بدر نام یک چاه هست به نام یک شخصی که این چاه را کافته است که بدر نام داشت و این اولین جنگی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی مشرکان مکه در این موضع جنگیدند و در اینجا اطراف 315 نفر، در بعضی روایت ها 313 نفر، در بعضی روایت ها 307 نفر، در بعضی روایت ها 306 نفر جنگیدند. ولی در بعضی حدیث ها ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 315 نفر را مکافاتانیدند برای اشتراک به این غزوه. اگرچه بعضی آنها اشتراک نکردند مانند حضرت عثمان، ولی اشتراک نکردن آنها به سبب امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. چون وقتی که آنها آمادگی خویش را گرفتند به سفر برآمدند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردند که وظیفه دیگر بر آنها سپاریدند و دیگر شخص مؤمن وقتی که الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او امر میکنه اختیار ندارد. دیگر اجرای فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را از جمله اشتراکچیان جنگ اشتراک کردند. آنها اگرچه با جسم خود اشتراک نکردند ولی آنها در جنگ از جمله شخصیایی که اشتراک کرده برای که با نیت اشتراک کرده. آنها مقصد داشت، از جمله حذیفه و پدرش خیلی که در صحیح مسلم آمده است، آنها 2 روز دیر کردند و از قفا آمدند که در بین کوهسارها مشرکان عرب آنها را دستگیر کردند و خواستند آنها را به قتل رسانند و اینها گفتند که ما به مدینه برمیگردیم، همراهی آنها علیه شما، بر ضد شما نمی جنگیم. بعد عهد گرفتن به نام الله تعالی، به نام الله تعالی عهد می دهید که فردا همراهی مسلمان ها بر ضد ما نمی جنگید گفته. بعد اینها عهد دادن که فردا ما همراهی مسلمان ها بر ضد شما نمی جنگیم گفته. بنابراین وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را به جنگ و به غزوه آماده میکردند، اینها پرسیدند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به آنها عهد و پیمان داده بودیم، آیا به این عهد و پیمان وفا کنیم یا نکنیم چون عهد کافرها هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نفی بعهدهم، به عهد ایشان وفا میکنیم مادامی که نیکی کردند، مادامی که قدرت داشتند و به قتل نرسانیدند. ما در سخن خود، در عهد خود مسلمان که هستیم میستیم، وفا میکنیم. لیکن 2 نفر که کم میشود نستعین الله علیهم، از الله تعالی بر ضرر آنها یاردم میپرسیم. واقعا وقتی که به عهد وفا کردند و طبق شریعت عمل کردند، بالاخره نتیجه هم همین شد که غلبه کردند.